طعامی که نادر بگیم آماده میکنم برای شما بیشتر پسند است. همین طعام هست یا اینکه مثلا ممکن شما من آگاه نکردید که من یک اسباب موسیقی گرفته می آمدم و یادش بخیر باد آن عشقی کودکی. خانه همسایه ها می رفتیم برای ما قند می دادن. کودکیم بر تو می یابد دوام آمدم. احساسی محبت و دوست داشتن و همین چیز رو میزنن و طبیعی است که مثلا در دوران گذشته و در دوران مثلا جوانی این چیز به اختیار برای چی در ایام از کلانسالی هم میشود؟ برای چی ما شما را کلانسال نگفتیم. حسیاتی است که برای جوان و نورسی گفته ایستاده، لیکن ما اینجا خود رو کمی در سن و سالی ایست کرده ایستاده، لیکن به هر حال به فکرم عشق و محبت به همیشه همه هست، سن و سال جاودانی است. بله. کوچه های ده را پر کرده از غوغای خود، دختری همسایه را جانانم پنداشتم، دختری همسایه را جانانم پنداشتم. بگذار همیشه تاجیکستان عزیزی ما گلگل شکوفا باشد، تینجو آسایشتگی باشد. با افتخار آمد امروز عید نوروز. نوروز مبارک هموطنان عزیز.